مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شام 29 آگوست سال 2022 تخمینا ساعت 19:30 راننده ماشین تمغه اوپل زفیرا حامدوف اکملجان سال تولدش 1991 ساکن نویه باباجان غفورов هنگام حرکت در شوروی غفورov کانه بادام در گردش جماعت دهات خست ورز از عهده اداره ماشین نبرآمده و مقابل سمت رو برآمده به ماشین تمغه اوپل ویکتورا تحت اداره قدوسوف عزت الله سال تولدش 1987 ساکن شهر اسفراد برخورده است. در نتیجه ماشین اوپل زفیرا به سکوتر تحت اداره بابوکالانوف اسمان سال تولدش 1970 ساکن نویه مذکور برخورده است. بر اثر این صدمه مسافر سکوتر بابویف عبدولی سال تولدش 1961 ساکن نویه غفورov جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند.